درود بر شما دوستان گرامی. من فرشیدم، خوش اومدیم به چنل من. امروز اومدیم یه پروژه دیگر رو معرفی کنیم بچه ها. پروژه شبیه به نوتپی و گرس و ایناست. یه چند تا دیگه هم هست، تنه و اینا زیاد گذاشتیم، بلس، تنه و اوپن لایر. اما یه قابلیت جالبی که داره اینه که شما نمیتونی هر چقدر تعداد رفرالی که بخوای بذاری یا بدی کد رفرال اینو اون بزنن. کد رفرالش محدوده. من الان 5 تا کد رفرال دارم. این 5 تا رو حالا اون افرادی که دیگه زودتر ویدیو رو دیدن میتونن به دست بیارن. پس اگر شما دارین الان این ویدیو رو میبینین، خواهشان اگر میخواین ادامه بدین این ایردراپ رو از کد استفاده کنین. اگر نه بذارین بقیه بچه‌ها که فعالن و اکتیون ازش استفاده بکنن. ایردراپش تایید شده هست و بریم که آموزشش رو بذاریم. طبق لینکی که براتون میذارم توی دیسکریپشن از لینک وارد شین. میگم حتما بچه ها کد رفرال رو میخواد، بدون کد رفرال نمیتونین واردش بشین. خب بچه ها لینک رو که بزنین ثبت نام بکنین. وقتی که ثبت نام کردین رفتین داخل، بذارین من برم محیطش رو بهتون نشون بدم. یه دونه حالت شبیه به نوتپی و اینا براتون یه صفحه باز میشه. خب اینجا که باز شد بزنین میرین توی قسمت داشبورد. اینجا باید حتما کانکت باشه، یادتون باشه اینجا اگر خواستین کانکت کنین اینجا اینی که بزنین کانکت میشه. حالا بعد شروع میکنه از پهنای باند اضافتون که غیر قابل استفاده است استفاده میکنه و بهتون پوینت میده، مثل نوتپی و گرس و اینا. که ما نوتپی و بچه ها اینجا هم بگم نوتپی ما چون دیر شروع کرده بودیم به ما توکن خوبی نداد. یعنی اونایی که سیزن 0 و 1 رو زده بودن خیلی توکن خوبی گرفتن. گرس هم که ما گرفتیم خیلی خوب بود. یه سری بچه هم کنار من گرفتن، نوش جونتون. اینو بچه ها حتما بزنین. این یه نکته ای داره بچه ها. من الان اینجا برم تو قسمت رفرال. خب اینجا به من میگه که آقا اگه میخوای، یعنی اون اول که من اومده بودم الان کد گرفتم، میگه اگه میخوای بتونی کد رفرال بدی 24 ساعت باید ماین کنی. بعدش دیدم شده 30 ساعت. حالا من 30 ساعت رو گذاشتم سیستمم ماین کرد، 5 تا کد رفرال به من داده که حالا به من گفته هر جمعه، مثل این که من دیدم هر جمعه میتونی 5 تا کد رفرال بگیری. من این ویدیو رو که میذارم، اون دوستانی که کد رفرال از کد رفرال من استفاده میکنن لطفا بعد اینکه 24 ساعتشون پر شد زیر همین ویدیو یا توی کانال تلگرام که اونم لینکش تو دیسکریپشن هست بیان کد رفرالشون رو بعد از 24 ساعت یا 30 ساعت شد کد رفرال رو بذارن که بقیه دوستان هم استفاده کنن. محیطش بچه ها میبینین همین جوریه. توییترش تیکه طلایی داره. به عرضت برسونم ایدراپش تایید شده است. میگم تایید شده است یعنی ایدراپ هم حتما میده. ولی موضوع اینه که جذب سرمایه خاصی نداره، ولی به نظر من جالبه، چون میدونین دلیلش هم اینه که یوزراش کمه. یعنی شما اگه نمیتونی به این راحتی واردش بشی. یه حالت دیگه ای هم داره. اگر از بچه های اینجا شما ثبت نام کردی کد رفرال نتونستی پیدا کنی، حالا من الان ثبت نام کرده بودم، خب تونستم بیام تو. شما که اولین بار ثبت نام میکنی حتما میگه کد رفرال بزن. یعنی بدون کد رفرال اصلا وارد این صفحه نمیشی. و همین من الان میبینین که 2 3 رو شرکت کردم، 1 رو نبودم و این تازه شروع شده. و این جالبیش اینه که سیزناش فکر کنم هر هفته ای اگه اشتباه نکنم، طبق چیزی که من دیدم. اون موقعی که کد رفرال رو میخواین، اگر اون 5 تایی که من گذاشتم پر شد یا دیگه پیدا نکردین، میتونین برین یه کانال تلگرامی میذاره خودش اون لحظه ای که کد رفرال ازتون میخواد، اونجا میان کد رفرال میذارن. ولی خیلی باید سریع باشین بزنین تا بتونین وارد بشین. بهترین راهش اینه بچه‌ها زیر همین ویدیو یا توی کانال تلگرام لینک ویدیو رو که من میذارم بیاین زیر اون لینک بذارین کد رفرالتون رو که هر کی خواست ازش استفاده بکنه.
محیطش هیچ کار خاصی نداره. شما این اکستنشنش هم نصب میکنی، اکستنشنش رو نصب میکنید و خیلی راحت شروع میکنه ماین کردن. خیلی هم حساس نیست به اینترنت، با هر نتی من زدم کار کرده. اکستنشنش هم همینجا بچه تو گوگل بزنین دیفایند اکستنشن میاره دیگه. الان ای بابا اشتباه زدم. اینجا بزنین دیفایند اکستنشن، میبینین همین بزنین اولی براتون میاره. حالا من اینه همین سایت اوله که بزنین، چون من الان نصب کردم برای من میبینین زده که میتونین ریموو کنی، ولی اینه فقط حواستون باشه چیز دیگه نصب نکنین، همینو بزنین. اینم که لینکشه دیگه، میبینین اینه شکلش اینجوریه. اینو نصب میکنی از تو سایتش هم اینجوری برای این میشه اکستنشنش. اینجا من الان 5 تا کد رفرال دارم، اینجا شما بزنید تایمی که باید ماین کنی کد رفرال رو بده رو میده. پس خوشبال کسایی که الان دارن ویدیو رو میبینن و از کد رفرال استفاده میکنن. همین ویدیو دیگه چیز خاصی نداره، مثل نوتپی و بقیه است. من خودم فعلا نوتپی و اینا رو هنوز دارم ماین میکنم. به حالا سعی میکنم یه دونه ویدیو از تمام آپدیت ایردراپ هایی که گذاشتیم بذارم که بچه ها بدونن چی کار بکنن. پس دیگه حرف دیگه این نمیمونه. حتما عضو کانال تلگرام بشین، اونم لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.